امروز قراره هنر با هم موندن رو براتون یه کوچولو باز کنم. توانایی موندن کنار یک شخص دیگه بدون اینکه خودتو فراموش کنی یا طرف مقابلت رو له کنی. بدون اینکه از محبت کردن خسته بشی. میدونی به رابطه‌ای نمیگن سالم که دوتا فرد کاملا شبیه هم دیگه باشن. بلکه قراره متفاوت باشن، اما اون تفاوت بهشون آسیب وارد نکنه، تهدیدی برای رابطهشون نباشه. اکثر ما آدما وقتی طرف مقابلمون شبیه ما رفتار نکنه سریع میترسیم، ناراحت میشیم، میگیم سرده، بی تفاوته، بی علاقه است. اما حقیقت چیز دیگه است. آدم ها متفاوت دوست دارن، آدم ها متفاوت آروم میشن، آدم ها متفاوت عشق میورزن، آدم ها متفاوت میرنجن. یه چند تا حقیقت تلخ امروز بهت میگم. بیشتر آدم ها بلد نیستن کنار هم زندگی کنن. یعنی فقط یاد گرفتن کنار هم نفس بکشن، کنار هم زنده بمونن. میدونی تو رابطه هر چقدر اگر دو نفر آدم‌های خوبی باشن تک تک، اما هنر با هم موندن و زندگی کردن رو بلد نباشن، اون رابطه دیر یا زود خراب میشه. و بیشترین درد میدونین کجاست؟ اونجا که ما آدم‌ها بیشتر از این که یاد بگیریم با همدیگه و کنار همدیگه زندگی کنیم، یاد گرفتیم همدیگه رو تحمل کنیم. میدونین تو بیشتر مواقعی که ما می‌بینیم رابطه ها از هم دیگه جدا شدن، دلیلش بد بودن شخص مقابل، خیانت یا دعوا نبوده، بلکه هنر با هم موندن و زندگی کردن با همو بلد نبودن. روانشناسی زرد این روزا خیلی توجه به این داره که من خیلی مهمم و بسیار ارزشمندم. بد نیست، بهتون بگم این موضوع اصلا موضوع بدی نیست. وقتی تاکید میکنن تو ارزشمندی، از آدم فلان و بهمان و بیسار دوری کن، یکی حقتو نخوره، فلان نکنه، بهمان نکنه، هر اتفاقی که میفته سریع آدم رو عوض کن و دوری کن از اطرافیانت، این اصلا درست نیست. این وسط یه چیزی فراموش میشه، اونم رابطه است. همیشه بین دوتا من یه رابطه وجود داره. بذار یه مثال برات بزنم. من الان خستم، میخوام بخوابم. بدن من نیاز به خواب داره. پارتنر من میاد پر از دلشوره، پر از استرس، پر از نیاز به صحبت کردن با من و 10 دقیقه میخواد با من صحبت کنه. میگه نه، به من گفتن تو مهمی و نباید از خوابت بزنی. آیا من حرف بدی زدم؟ بیجا زدم؟ اشتباه کردم؟ نه، ولی حرف بی‌معرفتی زدم. من یادم رفته که اینجا یه مایی وجود داره و یه رابطه‌ای وجود داره که من باید از اون رابطه هم مراقبت کنم. همونقدر که از من مراقبت میکنم، از تو مراقبت میکنم، از رابطه هم باید مراقبت کنم. اگر مراقبت کنم میتونم یه رابطه نسبتاً خوب و شاد و دائمی بسازم. با یک تازی نمیشه رابطه ساخت. همه شدن یه من که سرشار از توقع از دیگری هستن. امروز پر از امکاناتیم. دقت کنین قدیم نسبت به الان. پر از رستوران های خوبیم، پر از مراکز تفریحیم، پر از خونه های لوکس و آنچنانیم. اما قدیم چی بود؟ چیز خاصی وجود نداشت. با یه آبگوشت ساده آدم ها خوشحال بودن کنار هم. الان چه اتفاقی افتاده که خوشحال نیستیم با این همه امکاناتی که وجود داره؟ به نظر من ما مراقب رابطه نبودیم. ما قراره زندگی کردن کنار همدیگر رو یاد بگیریم. اینو بدونیم که هزاران مدل رابطه وجود داره که اگه عناصر رضایت، آرامش و نبود آسیب توش باشه همه قابل قبوله. و در آخر اینو بدونیم که سازمان جهانی تاکید به این کرده که در هر رابطه‌ای که عناصر آرامش، رضایت و نبود آسیب وجود داشته باشه دیگه به هیچ کس مربوط نیست اون نوع رابطه چه نوع رابطه‌ایه.